خب تمامش اینجا علایده چی میشه؟ مدیریت میشه. اینجا بخش پست هست که تمام مقالات وبسایت رو میتونیم بلاگ پست رو بلاگای خود را کنترل کنیم. حالا پرسان نکنیم که بلاگ چی هست. هدف من از بلاگ اونم تاپیک بود. خب next steps write your first blog post. خب این بلاگ پست گفته، این بلاگ پست هستم. اگر خود بلاگ بگین ممکن شاید اشتباه باشه. خب اگر بخواین در یک کلیک اولین مقاله خود را نوشته کنین، بالای از این کلیک میکنین، من کنترل را میگیرم لفت کلیک میکنم که به یک تب صفحه دیگه باز شود. اتومات به بخش تاپیک رفت که به نام بلاگ ادیتور است، مثل وردپد، یک نوع مثل یک اپلیکیشن است بر شما که کلیر شود. میتونین از اینجا تاپیکتون رو ادیت کنین به فرمت های مختلف دلخواهتون، تاپیک هایتون رو نوشته کنین. حالا این کار نمی کنیم فعلا، من فقط در این ویدیو باید معرفی کنم بر شما بخشایشه. ایره دست نمیزنم. حالا اینجا add an about page است، یک صفحه ایجاد میکنه در بخش about. وقتی که شما وبسایت ها را چک میکنین، مثلا وبسایت دانشگاه ما که بهترین وبسایت آموزشی برای برنامه نویسا است و از خاطر که اینترنت مسئول هسته کمی زمان میگیره. اگر نی خود وبسایت سبک است و خیلی سریع لود میشه. و در اینجا چی است؟ بخش کانتکست است، بخش about از زیر ما جرای بخش about از نیست داخل دانشگاه، باید در پایین باشه. خیلی اینجا بوده. من فکر کردم که چرا وبسایت دانشگاه about چرا نداره. خب ببینین اینجا در پایین است about دانشگاه. اینجا privacy policy هم داریم و از طریق وب هاستینگ بلو هاست ما را هاست کردیم که وردپرس هم CMS ماست، دانشگاه هم وبسایت ما، کاپی رایت هم 2020. خب اینمی صفحه است. من اینی صفحه را کلیک کنم به بخش about دانشگاه میرم و حالا را من کلوز میکنم. about چه کار ندارم، page not found گفت گمش کنین. حتما من پیج آماده کردم اما وصل نکردیم. خب حالا اینجا set up your home page است. این هوم پیج شماست. وقتی که شما داخل یک وبسایت میرین، مثلا داخل کدام وبسایت؟ داخل خود دانشگاه، اولین صفحه‌ای که باز میشه صفحه بلاگینگ است. اینجا پست ها بر شما نشان داده میشه. این فکر کنین بخش هوم است. این من هوم کلیک میکنم، این بلاگ پست ها را نشان میده. اینمی هوم پیج است.